جنگ بین پاکستان و افغانستان دوباره در گرفت. همکنون درگیری‌های شدید در ولسوالی تروی ولایت پکتیکا آغاز شده و نیروهای امارت اسلامی در ولایت‌های هم‌مرز مستقر شدند. در نتیجه درگیری‌های شب گذشته در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا و قندهار چندین پاکستانی کشته و زخمی شدند. روسیه خواهان خویشتنداری بین دو طرف شده و نخست وزیر سابق پاکستان و رئیس جمعیت علمای این کشور پیشنهاد گفتگو میان کابل و اسلام آباد را دادند. بینندگان یک در سراسر جهان سلام، من شکیلا شمس هستم و با همکارم احمد رشاد زریر به جزئیات این خبر میپردازیم. سلام زریر، تازه ها از جنگ پاکستان افغانستان چیست؟ شمس، آتش جنگ دوباره بین افغانستان و پاکستان شعله‌ور شده و خیلی هم شدت گرفته و از شام دیروز تا همکنون در چندین ولایت هم‌مرز و در دو طرف خط دیورند ما گواه درگیری های شدید که دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردن بودیم. همکنون در ولسوالی ترو از مربوطات ولایت پکتیا که در نزدیکی خط دیورند است، درگیری های بسیار آتشین بین نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی جریان داره و البته تازه ترین جزئیاتی که ما در اختیار داریم، یک سری از پوسته ها و پاسگاه های نظامیان پاکستانی تخریب شده و تعداد هم زخمی وجود داره و اما معلوم نیست که تا ساعت آینده چه نتایجی خواهد داشت. جزئیات درگیری های شب گذشته از چه قرار است؟ شب گذشته اول شام دیروز در مربوطات ولایت خوست درگیری آغاز شد که همیشه درگیری را امارات گفته، منابع در امارات با ما گفتند که درگیری را همیشه طرف پاکستانی آغاز کرده و آتش بسی که توسط قطر و عربستان برقرار شده بود را نقض کرده. هرچند در آخرین درگیری گویا به درخواست پاکستان بوده که درگیری متوقف شده. خب این سبب شده که دوباره نیروهای امنیتی امارات پاسخ بدن و آتشباری و تیراندازی بکنن سمت پاکستانی ها و بالاخره درگیری به اندازه شدت گرفت که در تصاویر پیشتر همکارا پخش کردند. حتی از اینا دروازه مرزی را که پاکستانی ها ایجاد کرده بود منفجر کردند و حتی چندین متر در خاک پاکستان پیشروی کردند و چندین سرباز ارتش پاکستان از بین رفتند، چند تایشان زخمی شدند و اوضاع وخیم بود که به قول منابع در امارات به درخواست پاکستان متوقف شد، ولی دوباره تازه در ترو آغاز شده. زریر، با از پیشروی نیروهای امارات به سوی پاکستان یاد کردی، به نظرت این حملات واکنشتان به همراه خواهد داشت؟ خب واکنش های گوناگون بوده، هم در داخل افغانستان هم در پاکستان. ما در یک هفته گذشته از لحاظ مردمیش گواه تظاهرات ها و راهپیمایی های گسترده بودیم. در منطقه کشورهای مثل ایران، چین و به تازگی هم روسیه واکنش نشان دادن و خواهان خویشتنداری شدند و وضعیت به طوری در حال پیشروی است که اگر در مسیر دیپلماسی قدم یکی از طرف ها بر نداره، شاید گواه شدتگیری آتش میان دو طرف باشیم. با توجه به این که میان دو طرف آتش بس شده بود، چرا جنگ دوباره شدت گرفت؟ خب نیروهای امارات میگن که هر از گاهی پاکستانی ها آتش بس را نقض کردند و ضمن این که پاکستانی ها مقاماتشان، مقامات رسمیشان، حتی اعلامیه های رسمیشان به شدت خصومت بار و تنش‌زا است. در کنار او رفتار و اعمالی را که پاکستانی ها هم در داخل پاکستان علیه مهاجرین کردند و هم در مرز یک سری قدم های را به قول منابع اماراتی فراتر گذاشتند و سرانجام یک سری موشک‌ها پرتاب کردند و یک سری تیراندازی‌ها کردند. این سبب شد که حالا وزارت دفاع دستور بده و هر بار پاسخشان داده شود. دو طرف همیشه به ویژه خوب از طرف امارات از طرف افغانستان تاکید این بوده که اول حمله هوایی شده بود از طرف اونا، حریمی ما نقض شده بود که ما شروع کردیم دوباره آتش بس کردیم. هر بار اینا شروع میکنن و اینا افراد ملکی را هدف قرار میتن، مناطق ملکی را هدف قرار میتن. این سبب میشه که ما در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان ناگزیر شویم که پاسخ کوبنده دوباره با اونا بدیم. گویا فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین هم افزایش یافته و در نوارهای تصویری ما می‌بینیم که در کوچه و پس کوچه های پاکستان که مهاجرین افغان زندگی میکنه، گردش پلیس ها بیشتر شده و وضعیت برای مهاجران افغان در پاکستان خیلی سخت شده. بله دقیقاً آن چی که در پاکستان جریان پیدا کرده چیزی است که اتفاقا در کشور همسایه دیگر پس از جنگ 12 روزه ما شاهدش بودیم که بر مهاجرین افغانستان فشارهای عجیب و غریب را وارد کردند. دقیقاً عین وضعیت قسمی که خودت اشاره کردی شمس، در کوچه و پس کوچه های پاکستان ما گواه فرار و اضطراب و استرس و رعب در مهاجرین افغان هستیم و همچنان اخراج دسته جمعی و گروهی با روش هایی که
تمامی مواد منشورهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و سازمان مهاجرت و اینها را نقض کردند و حالا به تازگی چندین خانواده از مرز اسپین بولدک رد شدن، اخراج شدن به سمت افغانستان و پاکستان از تمامی فشارش، ضمن که ما گواهی توقف تمامی همکاری ها بین کابل و اسلام آباد، بستن مرزها و توقف تجارت و ترانزیت بین دو طرف و افزایش تنش هستیم. فشارهایی که پاکستان حالا علیه مهاجرین افغان استفاده میکنه هم شاهد هستیم. زریر، وضعیت دروازه تورخم از چه قرار است و تاجرانی که دو طرف مرز، کامیون‌های اموال تجاری که مانده، وضعیت اینا در چه قرار است؟ خب در دو طرف مرز به صدها تیلری که قرار بوده صادرات و واردات بکنن، مواد لازم را به پاکستان انتقال بدن، از پاکستان را به افغانستان. خب تجارت دو طرف همیشه به همدیگر وابسته هستند، زیاد است. بستن مرز تانسته بر تجارت دو طرف تأثیر بسیار زیادی بگذاره، اما وضعیت در سطح دیپلماسی به اندازه وخیم است که دیگر وضعیت اقتصادی و گشایش مرزها و اینا اصلا مطرح نیست. واکنش ها چی بوده و چشم انداز ادامه وضعیت چیست؟ چشم انداز این است که امارت اسلامی همه اکنون دقایق پیشتر از اینکه ما به استودیو بیایم، منبع امارت اسلامی به تلویزیون یک گفت که تمام در چندین ولایت هم مرز با پاکستان یا ولایت هایی که نزدیک خط دیورند هستند، از جمله همه قندهار، خوست، پکتیا، کنر و اینها، از مردم خواسته شده توسط امارت که از مناطق مرزی فاصله بگیرن، تخلیه بکنن و به جایش نیروهای امارت با تجهیزات و تسلیحات در اونجا مستقر شدن که این نشان دهنده آماده باش کامل امارت برای درگیری های شدت احتمالی درگیری ها هست. و اما این که یک سری واکنش ها که بوده، یک روسیه از دو طرف خواسته خویشتنداری بکنن و تنش را کاهش بدن. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان صدا بلند کرده سر پاکستان که با امارت هم گفتگو بکنه، با طرف های داخلی خودت هم وارد گفتگو شو. همچنان مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان که خب این علمای اسلامی دو طرف هم پاکستان هم افغانستان همیشه ارتباطاتی داشتن، با توجه به ارتباطاتشان این رئیس علمای پاکستان درخواست کرده و پیشنهاد کرده که اجازه بدین که من میانجیگری بکنم بین دو طرفتان و از مسیر گفتگو زمینه مذاکره بین شما را فراهم بکنیم و از راه دیپلماسی تنش کاهش پیدا بکنه و بیش از این درگیری ها شدت پیدا نکنه. به هر حال چشمانداز چندان روشن نیست. زریر، میخوایم به عنوان آخرین سوال بپرسم که علاقمندی هند و پاکستان به خاطر بندر چابهار و همچنان استقبال گرم از متقی میتونه دلیل این حمله اخیر باشه؟ بله دقیقاً. پاکستان همیشه به افغانستان نگاهی از بالا به پایین داشته و به عنوان عمق استراتژیکش به افغانستان نگاه کرده و همیشه دوست داشته که افغانستان روابطش با کشورهای منطقه و جهان را بر اساس درخواست‌ها و نیازها و منافع این کشور تعیین بکنه، نه خود افغانستان. و ما گواهی این بودیم که پس از گرمای رابطه بین دهلی و کابل، سفر آقای متقی و قسم خودت گفته استقبال گرمی که از او شد، این خشم پاکستان را برانگیخت و بهانه‌جویی کرد و این اتهام را بر امارات وارد کرد که در همکاری با هند و مخالفان داخلی ما علیه ما حمله کرده، در حالی که این کار خود پاکستان کرد با حملات هوایی سبب این درگیری ها شد. تشکر زریر از حضور در برنامه. این بود برنامه امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.